فرانچایز طی دهه‌های اخیر رشد و گسترش قابل توجهی در تمام نقاط جهان داشته و تبدیل به ابزاری گردیده که از یک سو باعث اشتغال در سطح جامعه و از سوی دیگر بنگاه‌های تجاری توانستند با کمترین هزینه فعالیت خودشون رو گسترش بدن. شما تصور کنید فعالیت تجاری دارین و قصد افزایش تعداد شعب رو دارین و اینکه خودتون بخواین خرید یک واحد صنفی جدید، استخدام کارمندان و خرید تجهیزات رو بر عهده بگیریم بسیار پرهزینه خواهد بود. چطور میتونیم بدون هزینه کردن فعالیت خودمون رو گسترش بدیم؟ راه حل فرانچایز است. راه حلی هستش که در تمام نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته و به کمک آن فعالیت خودشون رو گسترش میدن. و آن سوی معادله افرادی قرار دارند که سرمایه کافی را دارند اما تجربه، تخصص، حسن شهرت و موفقیت‌های پیشین و توانایی فعالیت در آن حوزه را ندارند. در این زمینه در حوزه فرانچایز مکدونالد هستش. شما تصور کنید که قصد افتتاح یک همبرگر فروشی را دارید. برای کسی که تازه وارد هست کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟ بدون اینکه برند و تجربه کافی برای درست کردن همبرگر را داشته باشید، مغازه خودتون را افتتاح کنید و یا اینکه وارد فرانچایز مکدونالد شوید، با استفاده از تخصص، تجربه و حسن شهرت مغازه خودتون رو افتتاح کنید. این معادله در نهایت در دو نقطه برد به هم میرسند. در دهه اخیر شاهد رشد و گسترش فرانچایز در ایران هستیم. هرچند در ویدیوهای بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که چه اشتباهاتی در فرانچایز ایران و دیگر نقاط جهان وجود دارد. با ما همراه باشید.